بعد یک چیز دیگه هم اشاره کنید که تلویزیون ها حضور داشتن. خب بیا پایین‌ترشون شروع کنید. از روز اول اوغوزشوی پرونده جنایتی همه سر و صدا баланд буданд ки این پرونده سیاسی میباشد لیکن در اصل نه بلکه پرونده خودی حکم سیاسی شد و برای همین ما از اول میتونیم گفت که در حقیقتا این پرونده و حکم و خودی جزا دادن از آزادی محروم کردن زاهر شریفович یک از اول یک چیز سیاسی بود. یک چیز دیگه میخوام قید کنم که در مرافع سودی هرچند که موادها مهری مخفی داشتن پرونده پوشیده میگذشت لیکن حکم موافق قانون مخفی شدن نمیتونه و برای همین ما حیران شدیم وقتی در مرافع سودی دو камера و کارمندان میگویم که با ما نامعلوم و نه که از روی گویم که شخصیتشون یکیش کارگری агенти فساد بود که قرائت حکم رو ثبت کردن و برای همین ما حیران هستیم و اول وقتی ما میگفتیم که سود یک طرفه بررسی کرده شده است در حوزه معلوم گشت که در حقیقتا اون فکر و عقیده که ما گفتیم که سود مواد و همه را یک طرفه بررسی کرده شده است در حقیقت روش بود چون که نوارها از طرف مقامات دولتی این حکم با نوار گرفته شد با درخواست ما که حکم مهری مخفی ندارد و برای عامه خوانده می شود روزنامه‌نگار هم با مجلس سود راه داده شوند این رو رئیس کننده سود عبدالقیوم شفقت رد کرد. خدمه نهایی یعنی تصمیم نوبتی شما چی خواهد بود از این باب؟ موافق قانون پس از اعلان نمودن این حکم در مدت 10 روز ما میتوانیم شکایت کاساسیونی اوریم ما حالا پس از گرفتن نسخه این حکم در روزهای نزدیک شکایت کاساسیونی خود رو با سود پیشنهاد میکنیم. تشکر.